به برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. شعله گل خوجه هستم. سلام. قبل از معرفی خبرگزاری شو به سرخط موضوع امروز 9 ایول توجه کنید. تحقیق همه را روشن میکند. تحقیق مرگ گروهی از محبوسان توجیک آغاز یافت ولی سوالهای بی جواب زیادند. ژورنالیستی که پوتین را تحقیر کرد موقتا برکنار شد. تلویزیون روستوی 2 برای 6 ساعت فعالیتش را بازداشت. Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. قطره قطره جمع شود و یا حکومت در انتظار سرمایه گذار و مردم لبتشنه دهه فیض‌آباد به امید آب باران. خدا را زاره میکنیم فقط که باران بباره ما آی باران میخریم. در تاجیکستان جسد محبوسان زهرآلود شده را تحت تدابیر امنیتی به خاک سپردند. مقامات به ژورنالیستان حق حضور در این مراسم و صحبت با مردم را ندادند. تقریبا به همین شیوه صبح 8 ایول جسد اکثر زندانی‌های فوتیده دفن کرده شد. هلاکت 14 زندانی که به گفته مقامات سببش زهرآلودشوی از نام بوده است واکنش‌های مختلفی به بار آورد. حامیان حقوق میگویند باید تشخیص را منتظر ماند. به احتمال غالب فرضیه مقامات درباره آنکه محبوسان از نو زهرآلود شدند از این است که به آنها هنگام انتقال یابی هیچ خوراک دیگر داده نشد. این حال بابا نظر و رهبری سازمان غیردولتی پرسپکتیو پلوس میگوید به اطلاع وی برای نگاهبینی هر یک زندانی در کشور از بودجه در روز 10 سومانی جدا می شود. این آدمان برای جنایتشان مهلت گرفته بودند. آنها باید از جانب حکومت حمایت شوند. آنها میبایست بعد به آخر رسیدن مهلت به آزادی میبرآمدند. نزدیکان منتظرشان بودند. حالتی به عمل آمده بیانگر این است که آنها حمایت شده نیستند. بنا به اظهارات سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان 7 ایول بعد از آنکه یکی از زندانی‌ها به محبوسان دیگر 3 دانه خلیب را تقسیم کرد آنها زهرآلود شدند. واقعا زمانی رخ داد که کاروان ماشین‌های مخصوص زندان‌ها 128 محبوس را از زندان‌های خوجند و سرافشان گرفته به محبس‌های دوشنبه، نورک و یاوان انتقال می‌داد. تفصیلات زهرآلودشوی محبوسان را در وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید. تلویزیون گرجی روستوی 2 که تحت نظارت مخالفین حکومت قرار دارد روزنامه‌نگار گیورگی گابونیا را برای تحقیر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به مدت 2 ماه از کار برکنار نمود. روز دوشنبه در دوام 6 ساعت فعالیت تلویزیون روستوی 2 متوقف شد. صدها نفر به نشان اعتراض در نزد قرارگاه تلویزیون جمع شده بودند و رهبران گرجستان این عمل خبرنگار را اغوا عنوان دادند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. شب یکشنبه بعد دوشنبه بعد پخش برنامه گیورگی گابونیا اعتراضگران خشمگین در نزد قرارگاه تلویزیون روستوی 2 جمع شده تحقیر پرزیدنت روسیه را محکوم کردند. Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. вонючий оккупант. بعد از این مدت پخش برنامه‌های تلویزیون روستوی 2 متوقف شد. اعتراضگران که گفته می شود جانبداران حکومت هستند در نزد قرارگاه این شبکه زیر نظارت مخالفین جمع آمدند بر کناری گیورگی گابونیا و رئیس تلویزیون نیکا گوارامیا را طلب کردند. اعتراض در نزد تلویزیون زمان به وقوع پیوست که در مرکز تبلیسی راهپیمایی‌ها به ضد روسیه جریان دارند. بعد سخنرانی یک وکیل مردمی روسیه در پارلمانت گرجستان اعتراضها آغاز یافت و فعالان با اشاره به حضور نیروهای روس در 2 منطقه جدایی‌خواه گرجستان روسیه را اشغالگر عنوان کردند. در جواب بر راهپیمایی‌های ضد روسی از 8 ایول روسیه پرواز هواپیماها در خط‌سیر گرجستان روسیه را منع کرد. وزارت کارهای خارجی روسیه تحقیر پرزیدنت پوتین را اغوای نیروهای رادیکالی گرجستان نامیده است که هدف آن خللدار نمودن روابط میان روسیه و گرجستان است.
روز دوشنبه در پایان دوره هفتم مذاکرات آمریکا و طالبان در شهر قطر فرستاده آمریکا زلمای خلیلزاد گفت که جانب‌ها در 4 مسئله کلیدی به موافقت نزدیک شدند. این مسئله‌ها عبارتند از بیرونشوی نیروهای خارجی از افغانستان، آتش‌بسی دائمی، کفالت طالبان در این مسئله که خاک افغانستان همچون پایگاه برای حمله‌ها به کشورهای دیگر استفاده نمی‌شود و چهارم مذاکرات بین افغانی است که باید با حل سیاسی نزاع در افغانستان به پایان برسد. میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می‌دهد. فرستاده ایالات متحده آمریکا زلمای خلیلزاد در صحبت با رادیو آزادی گفت دور نوبتی مذاکرات صلح افغانستان میان ایالات متحده و طالبان که در کشور قطر به پایان رسید از هر دور دیگری مذاکرات بیشتر نتیجه مثبت داشته است. در گفت و شنید دو روزه که 7 ایول آغاز یافت نمایندگان حکومت افغانستان نیز حضور داشتند، ولی نه چون عضو هیئت دولتی بلکه به حیث فرد علاهیده. روز 7 ایول در عرفه آغاز مذاکرات طالبان در کنار یک مجتمع امنیتی دولتی در شهر غزنی افغانستان ماشین سرشار از مواد ترکنده را منفجر نموده 14 کس را به هلاکت رساندند. در این حادثه 180 نفر دیگر مجروح شدند که اکثریت مکتب بچه هستند. یکی از مسئله های مهم مذاکرات بیرونشوی ارتش ایالات متحده از افغانستان بود. در این باره خبرنگار رادیو آزادی از فرستاده ایالات متحده در امور افغانستان سوال کرد. ما دائما میگوییم که ما تا ابد در افغانستان ماندنی نیستیم. ما میگوییم که اگر امریکا از افغانستان با تهدید مواجه نباشد و مردم افغان مخالف حضور نیروهای امریکایی باشند، ما آماده ایم از نقطه نظری نظامی کشور را ترک کنیم. اما ما جانبداری روابط حسنه با افغانستان در آینده هستیم. روابط با امور سیاسی و اقتصادی ارتباط گیرد و ما در آینده به ارتش افغان کمک رسانیم. اگر افغانستان خواهد ما مشکلی نداریم. خلیلزاد افزود که جانب‌ها با سازش در موضوعهای کلیدی از جمله بیرونشوی نیروهای خارجی از افغانستان، کفالت طالبان در مورد آنکه خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد و مکالمه میان جانب‌های افغانی نزدیک شدند. منصبداران امریکایی امیدوارند که تا انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر افغانستان سازش با طالبان حاصل خواهد شد. جون مارک پومرشایم سفیر آمریکا در تاجیکستان میگوید مشکل مربوط به امنیت نباید همچون یک واسطه برای نقض یا محدود کردن آزادی‌های دینی شخصان علیحده استفاده شود. سفیر آمریکا روز 9 ایول در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت مسئله تامین حقوق انسان و آزادی بیان همچنین در اولویت فعالیتشان قرار دارد. همکاران ما نخست از سفیر پرسیدند در حالی که تاجیکستان برای نقض حقوق انسان و آزادی بیان تنقید می شود، اما رسانیدن کمک‌ها ادامه دارد. سبب در چیست؟ چند پیش مارک مودی اجرا کننده وظیفه معاون یاور کاتب دولتی اوید به آسیای مرکزی در دپارتمنت دولتی آمریکا به تاجیکستان تشریف آورد که در دایره این سفر ما مسائل حقوق انسان و آزادی بیان را بررسی نمودیم و این الکی یک قسمت جداناپذیر مکالمه ما با تاجیکستان است. از این خاطر من با شما پره راضی شدن نمیتوانم که به این مسئله ها ما اعتبار نمیدهیم، بلکه برعکس ما به طور باید و شاید دقت خود را به این مسائل جلب میکنیم. رادیو آزادی رسانه است که از طرف کنگره ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری می شود و بسیاری هم آن را به آمریکا پیوند می دهند. ولی چرا حکومت آمریکا از حقوق خبرنگاران آن حمایت نمی کنند در حالی که اعتمادنامه کار خبرنگاران بیکار کرده می شود؟ فشارهای زیاد سر این رسانه ادامه دارد که تا استقلال آن خدشه‌دار شود. شما بسیار درست قید نمودید که رادیوی آزادی یک رسانه مستقل و آزاد می باشد که به حکومت ایالات متحده آمریکا ربط ندارد. آن از جانب کنگره آمریکا مبلغ گذاری هم شود، فعالیت تحریریه و آن خبرهایی که از جانب رادیو پخش می شوند نقطه نظر حکومت آمریکا نیستند. چه خیلی که ما پیش از این گفتیم درباره کار ژورنالیستان که آن چگونه برای تمام جهان از جمله تاجیکستان مهم است. فعالیت نمایندگی رادیوی آزادی هم برای پخش نمودن معما و آن مشکلاتی که با آن روبرو می آیند خیلی مهم است. آنها توسط خبرهای خود شهروندان و حکومت را درباره وضعیت و مسئله های گوناگون خبردار می سازند.
و وادار می‌سازند که هم حکومت و هم مردم در این جوده‌ها عمل‌های ضروری اندیشند. آنها حالت‌های کروپسیونی را اشکار می‌کنند و توسط این فعالیت خود به حکومت و ساختارهای حکومت امکان می‌دهند که در این سمت چاره‌های ضروری اندیشند. من می‌توانم ساعت‌های زیاد درباره اهمیت کار ژورنالیستان حرف زنم، چون من فعالیت کسبی خود را همچون یک روزنامه‌نگار در مسکو آغاز کردم. البته از جانب دیگر مهمیت اجازه فعالیت برای روزنامه‌نگاران و مسئله وابسته به اعتبارنامه آنها را برداشتید که این برای دسترسی ژورنالیستان به خبر و معلومات نهایت نقش مهمی بازد. این البته در جدای فعالیت نمایندگان هم رادیوی آزادی و هم دیگر رسانه‌های خبری و این چنین شهروندان علاهیده که همچون ژورنالیست فعالیت می‌کنند نهایت مهم باشد. بینندگان عزیز، صحبت مفصل سفیر آمریکا در تاجیکستان با خبرنگاران رادیو آزادی به همین زودی‌ها در وبسایت ما گذاشته می‌شود. بیش از 100 خانواده در یکی از دهات نویه مومن‌آباد سال‌هاست به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. حکومت از این مشکل ساکنان باخبر است، ولی برای با آب تامین کردن آنها سرمایه گذار می‌جوید. تا آن دم مردم ده آب باران را می‌نوشند و حتی آماده‌اند از این مکان کوچ ببندند. محمود جان رحمتزاده در دهه فیض‌آباد بود و گزارش را در این باره رستم جانی تقدیم می‌کند. در فیض‌آباد چون باران بارید با شتاب همه به جای ریختن و چکیدن آب ظرف می‌گذارند. باران در این دهه رحمت نادر است. خدا را زار میکنیم فقط که باران ببارم و آی باران میخریم. بر بام خانه‌ها ناودان‌های هم وصل شدند که از آنها آب به ظرف‌های بزرگتر می‌ریزد. باران باره او بباره او میوه او میخریم همین باران. دهه فیض‌آباد در ناحیه مومن‌آباد جایگیر است. 18 سال پیش همگی 25 عائله اینجا خانه داشت. تا امروز 500 قطعه زمین برای منزل جدا شده 144 عائله زندگی میکنند و ته کرسی 169 منزل دیگر را ریختند. ساکنان میگویند اگر مسئله آب حل نشود احتمال است این دهه به آدم ماند. ما را دستگیری نکردن، نمی کلانتر ما دستگیری نکن، ما همه اینجا کوچه میریم. 18 سال پیش دفتر شویتساریا عاید به همکاری در دهه فیض‌آباد این دو بشکه را برای ذخیره آب گذاشت. زیرش میبریم اینا با هم میای یک هفته دیگه نمیای، نه هفته کنه آبم قوق میشوه. آب این بشکه ها از این لتاک هایی است که برای چاربا تهیه شدند. ساکنان میترسند که آنها آب تازه نمی نوشند. مای دهک چیزاکو داره، کرماکوی سرخاکنگو او خیل داره. بعد ایو باری بالای که همی چشمه های در اونجا پوده خو میکنه. رضوان ایسای و از فعالان این دهه است که میخواهد ساکنان فیض‌آباد آبی تازه نوشند. با هم دهگان لایحه هم نوشتند که از نظرشون مسئله را حل میکند. چند ده سال پیش بالای دهه چاه‌های آب وجود داشتند که با مرور زمان با سنگ و خاک پر شدند. ساکنان میگویند تازه کردن این چاه‌ها کمبود آب را از بین میبرد. فقط گفتن تمام، گفتم مبلغ نداریم، گفتم مبلغ نداره، خلق ما مبلغ نداره. لایحه تامین آب این دهه 262,000 سامانی می شود که 112,000 را مردم می پردازد. در حکومت ناحیه مومن‌آباد گفتند وضع دهه فیض‌آباد را می دانند. لایحه در دوران حکومت از 262,000 سامانی تا 1.5 میلیون بالا رفته است. حکومت میگوید امید دارد برای اجرای این لایحه سرمایه گذار مییابد. مردم از حکومت میخواهد در حل مشکلشان شریک شود. حکومت به قولشان در پی یافتن راه حل است. فقط این ابرهای تیره میمانند که در فصل تابستان از آنها گاها میبارد. و دو افسر شعبه کارهای اصلاحی شهر دوشنبه و نویه‌های توبه جمهوری هنگام گرفتن پاره دستگیر شدند. این دو نفر 25 می هنگام گرفتن 4,000 سومانی پاره بازداشت گردیدند. بینندگان عزیز، این مطلب آخر برنامه امروز بود. گزارش‌های دیگر را می‌توانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. مطالب ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی نیز پیشنهاد شما بینندگان عزیز می‌شود. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی یادتان نرود. تا فردا، خدا نگهدار.